زن در دهان شوهرش دشنام کند، بعضی از فقهای خودمون، بعضی از یعنی عالم های دین گفتن که وای طلاق می شود، چون که از یعنی گردن بالا چی در دهان دشنام کنی، چی در بینی، چی در چشم، در این اعضاها دشنام کردن اکثر از فقها کفر گفتن، یعنی کفر است. وقتی زنی که شوهر در دهان دشنام کرد، خیلی این گناهی عظیم است، گناهی بزرگ است که اکثر علما یعنی اینا به کفر بردن که نعوذ بالله گفتن انسان یعنی کافر میشه. به این خاطر بسیار انسان باید این نوع یعنی دشنام ها حذر کنه که خیلی گناهش گناهی بزرگ است. نمیدونم که این مردها چه خیلی قطعی چنین زنها زندگی میکنن، زنهایی که یعنی در دهان دشنام میکنن یا اینکه گپ های قبیح دارن. فکر میکنم که هم خواهرها ایمان نداشته باشن. برای زن از همه زیادتر حق شوهر